این چرخبال ها از کدام کشور در ازبکستان رفته؟ یعنی از افغانستان رفته، از امریکا خو نرفته. نزاع افغانستان و ازبکستان بر سر 46 فرهنگ چرخبال و هواپیما. کابل خواستار بازگرداندن تجهیزات خود شد. درود و سلام به همراهان ارجمند. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و انتقال شماری از چرخبال‌ها و طیاره‌ها به کشورهای همجوار، مسئله بازگرداندن این وسایط به یکی از موضوعات بحث برانگیز میان کابل و تاشکند مبدل گردیده است. وزارت امور خارجه ازبکستان در تازه ترین واکنش گزارش های منتشر شده مبنی بر موافقت این کشور با بازگرداندن پرنده های نظامی افغانستان را رد کرده و آن را شایعات به اساس خوانده است. برناخوف سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان به رسانه های داخلی گفت که موضوع تاشکند در این زمینه تغییر نکرده و گزارش های پخش شده هیچ گونه مطابقتی با واقعیت ندارد. این موضع گیری در حال صورت میگیرد که طی روزهای اخیر بعضی رسانه ها از احتمال توافق ازبکستان برای بازگرداندن بخشی از چرخبال‌ها سخن گفته بودند، اما تکذیب قاطع این خبر نشان می‌دهد که بنبست سیاسی و دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. بعد از سقوط نظام گذشته در 15 آگوست 2021 مقامات ازبکستان اعلام نمودند که 22 فروند طیاره جنگی و 24 چرخبال نیروهای مسلح افغانستان وارد حریم فضایی این کشور شده است. این انتقال عمدتاً توسط پیلوت‌های افغان انجام گرفت تا مانع افتادن کامل تجهیزات به دست طالبان شوند. در همان روزها اشرف غنی رئیس جمهور وقت نیز همراه با شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی با 3 چرخبال نظامی به ازبکستان رفت و سپس به امارات متحده عربی پرواز کرد. بخشی از این تجهیزات بعداً به تاجیکستان منتقل شد که سرنوشت آنها تاکنون روشن نیست. در همین حال حمیدالله کارشناس امور نظامی باور دارند که چرخبال‌ها از افغانستان به ازبکستان منتقل شده و اگر آمریکایی‌ها ادعای دارند باید آن را با افغانستان در میان بگذارند، نه با ازبکستان، زیرا این کشور حق ندارد به صورت یکجانبه تجهیزات نظامی افغانستان را به ایالات متحده تحویل دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مجموع 46 فروند پرنده نظامی افغانستان به ازبکستان انتقال داده شده و در 18 دلو 1403 رسانه‌های ازبکستان خبر دادند که این کشور 7 چرخبال از این مجموعه را به آمریکا سپرده است. با این حال فصیح الله فطرت لویدریستی طالبان تاکید کرده که این چرخبال‌ها و هواپیماها بخشی از دارایی افغانستان است و تلاش‌ها برای بازگرداندن آن همچنان ادامه دارد. او افزود که این اقدامات تاکنون نتیجه نداده، اما حکومت افغانستان مایوس نشده و موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. در این میان وزارت دفاع افغانستان نیز از بازسازی بخشی از توان هوایی خبر داده و با نشر ویدیویی اعلام کرد که فرماندهی عمومی قوای هوایی با همکاری انجینیران مسلکی توانسته 2 چرخبال، یکی از نوع بلک هاک آمریکایی و دیگری MI 17 روسی را ترمیم و دوباره فعال کند. با گذشت 4 سال از انتقال این تجهیزات به ازبکستان و تاجیکستان هنوز افق روشنی برای بازگرداندن آنها دیده نمی شود. کابل تاکید دارد که این چرخبال‌ها جزء دارایی‌های ملی اند و باید به افغانستان مسترد شوند، اما تاشکند با تکیه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی هر گونه تغییر در موضوع خود را رد می‌کند. به نظر می‌رسد سرنوشت این تجهیزات همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار داشته و در کوتاه مدت امید به حل این منازعه وجود ندارد.